و حالا در صحبت با ما از دوشنبه تحلیلگری مسائل اقتصادی و سیاسی ظفر عبداللهیف قرار دارد. ظفر سلام، به فکر شما آیا چنین اظهارات مقامی بلندپایه ازبکستان را حالا باید چگونه قبول کرد؟ خب موقع آنها معلوم است، آن تغییر نیافته است. از یک سو موقع این کشور را قبول کردن ممکن است، به آن خاطر که هر دو طرف بحث هم با احساس نگرانی نتیجه های تشخیص بانک جهانی را انتظار بودند و معلوم است که نتیجه های غیر قابل قبول برای یک جانب مورد اختلاف طرفی دیگر می شد. حالا موقع بانک جهانی در مجموع به جانبداری تاجیکستان ارزیابی می شود، ولی دلیل های ازبکستان خوب است که همچنین از جانب همه طرف ارزیابی یا سنجیده شود. یکی از مسائل کلیدی در سرنوشت طرح راغون خلاصه های متخصصان بین المللی بانک جهانی بود که بالاتر گفتیم و حالا که پاسخ بانک معلوم شد و ازبکستان هم آن را قبول ندارد، پس دورنمای بنیاد نیروگاه راغون به اندیشه شما چگونه خواهد بود؟ Все-таки водный вопрос действительно это вопрос жизни и смерти в мире. مسئله آب موضوع مرگ و زندگی است. این را تجربه جهانی هم نشان می‌دهد. حالا حکومت تاجیکستان باید نشان دهد که با این طرح همچون یک طرح تقسیم آب مناسبت می‌کند. هر دو طرف هم باید درک کنند که راغون جوی برخوردهای سیاسی نیست. در حالت جلب شدن میانه‌روهای بیرونه که از نظر من یک امر ضروری است، یعنی در پهلوی بانک جهانی باید باز شرکت‌داران با نفوذ بین المللی دیگر هم باشند و به فکر من این مسئله پسان حل خود را پیدا می‌کند. موقع ازبکستان حالا ضعیف است. در صورت جلب جانب‌های بیشتر، مثلا تشکیل کنسورسیوم بین المللی، مکانیزم‌های بین المللی هم به کار می‌درآیند. در این صورت ساختارهای می‌توانند به کار جلب شوند که ازبکستان هم از آنها وابسته است. در صورت ادامه مخالفت‌ها این کشور در انزوا می‌ماند. همکاری از این بهتر است البته. تشکر. ظفر عبداللهیف، تحلیلگر تاجیک.